سلام به دوستان خوب و عزیزم. راوی داستان شیدا هستم. داستان دختری که یه عشق ممنوعه زندگیشو به جنون میکشه. اما آرش کوتاه نیومد. خودش تنهایی اومد پیش بابام و ازش خواست بهش فرصت بدن. آرش برعکس احمد بود. همه جوره شیدا رو حمایت میکرد. یه مرد با مسئولیت که اولویتش شیدا بود. فقط کافی بود آرش یه بار دیرتر جواب تلفنشو میداد. دیگه هیچ، پسره رو به مرگ میگرفت دور از جونش. خیلی باهاش حرف میزدم که انقدر بدبین نباشه. آرش مثل احمد نیست، اما به گوش خواهرم نمیرفت. طفلی بیمار شده بود و هیچ تلاشی هم برای درمانش نمیکرد. بالاخره آرش که دید 1 سال گذشت و نتونست خانوادش رو راضی کنه، خودش تنها اومد و شیدا رو عقد کرد. درست ناراحت بودیم از نبود خانوادش، اما خوشحال بودیم که شیدا بعد اون همه عذاب از دست احمد سر و سامون گرفت. دوباره مامان و بابا براش جهاز خریدن و آرش خونه اجاره کرد و رفتن سر خونه زندگیشون. وضعیت مالی پدر آرش عالی بود، اما به خاطر مخالفتش هیچ کمکی نکرد. روزها میگذشت و منم دنبال زندگی خودم بودم که شوهرم گفت میخوام مهاجرت کنم. اینجا هیچ آینده‌ای نداریم. بیا بریم، به خاطر بچه هم شده خودمونو نجات بدیم. اما من مخالف بودم. گفتم بی خیال مهاجرت شو. من نمیتونم پدر و مادرم رو تنها بذارم. اما هرچی میگفتم فرشید حرف خودشو میزد. از اونجا بود که اختلافمون شروع شد. فرشید میگفت هرچی این سالا جمع کردیم و بدم بهش تا کارای رفتن رو انجام بده. منم نمیدادم که آخرش فرشید آب پاکی رو ریخت رو دستم و گفت چه بیای چه نیای من میرم. پس بهتره با من راه بیای. از اونجا تنم لرزید. پیش خودم گفتم شیدا حق داره. هر کدومشون یه جور خودخواهی دارن. اما نمیتونستم پدر و مادرم رو ول کنم. من خیلی بهشون وابسته بودم. همون روزا بود که دوباره باردار شدم. اما نگم چه بارداری پر استرسی. هر روز با فرشید سر رفتن جدل داشتیم تا جایی که عمه و شوهرشم دخالت کردن و خواستن فرشید رو آروم کنن که بی خیال رفتن بشه. چند وقتی آروم بود، اما دوباره بعد چند ماه شروع کرد به بهونه‌گیری و گفت هرچی پسنداز داری حتی طلاهاتو بفروش. میخوام مغازه بخرم و کار کنم. منم برای اینکه رفتن از سرش بپره قبول کردم که ای کاش قبول نمی کردم. کاش انقدر سادگی نمی کردم. چون فرشید هرچی بود و نبود و پول کرد و مهمتر از همه فرداد و برداشت و بدون اینکه بهم بگه رفت. به همین راحتی از من و زندگی چند ساله گذشت. بعد رو دست خورده بودم، بیشتر به خاطر پسرم. از وقتی که زنگ زد و خبر رفتنشو داد تا زایمان زودرسم فقط 2 ساعت طول کشید و پسر دومم فرزام رو 7 ماهه به دنیا آوردم. کارم شده بود گریه و عذاب کشیدن. اون روزا آرش و شیدا خیلی کمکم کردن. عمه بیچارم راه میرفت و بچه‌شو نفرین میکرد. فرشید نامرد هیچ نشونی از خودش باقی نذاشته بود. بابام هرس میخورد از این که بچه خواهرش این بلا رو سرمون آورده. میگفت اگه غریبه بود شاید کمتر میسوختم. عمم شرمنده بود. به همین خاطر یه خونه زدن به نامم و من موندگار شدم خونشون. اما چه ارزش داشت اون خونه در برابر از دست دادن بچم؟ فرزامو میدیدم یاد فرداد میافتادم بیشتر حالم خراب میشد. به همین خاطر آرش گفت به نظرم بهتر از اون خونه بیای بیرون. اما من پولی نداشتم. درستم نبود که خونه عمه رو بفروشم. حالا اونا یه محبتی کرده بودن. اما آرش گفت خودم برات یه جایی رو میگیرم. تو اون خونه تو خاطره داری و همش روحیت به هم میریزه. فرزام گناه داره، بیا بیرون. کم کم حالتم بهتر میشه. انشالله فردادم پیداش میشه. عمه و شوهرش خیلی مخالف رفتنم بودن، اما وقتی توضیح دادم نمیتونم این خونه رو بدون فرداد تحمل کنم، به ناچار قبول کردن و من به لطف آرش خونه دار شدم. روزها میگذشت و فرزام بزرگتر میشد.
فرشید هم تماس گرفته بود که حق طلاقو بهت دادم و آدرس داده بود که برو طلاقتو بگیر بدون مهر و حق و حقوقم. اون خبر از خونه‌ای که عمه بهم داده بود نداشت. به خاطر بچم دلم راضی به جدایی نبود. اما وقتی یاد بی‌معرفتیش افتادم تصمیممو گرفتم و از فرشید جدا شدم. تنها شانسم این بود که هفته یه روز با فرداد صحبت می‌کردیم. اون روزا عمه و شوهرش هر ماه برام پول می آوردن. خونه منو داده بودن اجاره. بابام و شیدا هم کمکم می کردن. مشکل مالی نداشتم. اما تنها بودم. خیلی حس بدی بود. بارها فرشید و سپرده بودم به خدا. شیدا می گفت بهش فکر نکن. به نظرم ازدواج کن. بذار بشنوه و آتیش بگیره. اما من که میدونستم فرشید براش مهم نیست شوهر کردنم که اگه براش مهم بودم اینجوری نمیرفت. هرچقدر من تو گرفتاری بودم شیدا خدا رو شکر راحت بود. همون سال اول حامله شد و خدا 2 پسر خوشگل بهش داد. ارشیا و آراد شدن چراغ خونه شیدا. چقدرم عزیز بودن. 2 قلویی که هیچ شباهتی به هم نداشتن. یکیشون توپل و شیطون، یکیشون لاغر و آروم. شیدا آرش رو دوست داشت اما اعتماد نداشت. بارها 2 قلوها رو میذاشت پیش من و سرزده میرفت محل کار آرش. جالب چیزی هم ندیده بود ازش اما خواهرم شکاک شده بود و دیگه منم به شکاش ایمان داشتم و پیش خودم میگفتم کاش به حرفاش گوش میدادم و انقدر به فرشید اطمینان نمی کردم که حالا از بچم دور باشم. اون روزا تازه یکم به آرامش رسیده بودیم که بابام سر یه سرمایه گذاری ضرر زیادی کرد و از فشار روحی و ناراحتی سکته کرد. چند سالی بود کار میکرد اما اینجوری ضرر نداده بود. تفلک راضی شده بود ماشین و مغازشو بده که کارش به زندان نکشه. اما آرش اجازه نداد چون مدتی بود که با خانوادش آشتی کرده بود و تونست ازش بدون اینکه بگه برای چه کاری میخواد پول درشتی بگیره و مشکل بابامو حل کنه تا بعداً بابام بهش پس بده. خدا رو شکر بابام که دید مشکلش تقریباً حل شده بدون اینکه زندگیشو حراج کنه حالش کم کم بهتر شد و گفت باید وام بگیرم و لطف آرش رو جبران کنم. اما محبت آرش به خانواده ما تمومی نداشت. 1 هفته مثل پسر در کنار بابام بیمارستان بود. بعد مرخص شدن بابام باز آرش کنارمون بود. مدام دکتر ببره یا بابا هر کاری داشت آرش دنبال کاراش بود. سر سال بدون اینکه بهم بگن خونمو تمدید کردن و پول پیشمو اضافه کردن. یعنی برعکس احمد و فرشید آرش یکی از فرشته های خدا روی زمین بود. اما اخلاق شیدا نگران کننده بود. بهترین مسافرت‌های ایرانی و خارجی رو میرفت. بیشترین طلاها رو تو فامیلمون داشت اما اخلاق نداشت. فقط کافی بود آرش بگه میخوام چند ساعتی با دوستان باشم. دیگه شیدا زمین و زمان رو به هم میدوخت تا آرش رو منصرف کنه و آخرش هم موفق میشد. هرچی هم بهش میگفتم آرش هم نیاز به آرامش داره به گوشش نمیرفت. میگفت با مردا باید جدی باشی وگرنه رفتن. اما نمیدونم چرا آرش نرفت و خواهر من رفت. مگه میشه با اون همه عشق و علاقه به آرش؟ هیچ وقت نتونستم درکش کنم. بچه هامون بزرگتر شده بودن. منم با پسرم برگشته بودم خونه مامان. آخه مدتی بود که مامان قلبشو عمل کرده بود. اینم بگم که حتی پول عمل قلب مامان تو بهترین بیمارستان تهران رو هم آرش داد. به خاطر وضعیت مامان شیدا هم تون می اومد پیشمون. اما مدتی بود که مشکوک میزد. همش سرش تو گوشی بود و میرفت جای خلوت خونه تلفنی صحبت میکرد. انقدر رفتارش تابلو بود که مامانم به شک افتاد. از شیدا پرسیدم خبریه که گفت نه به دوستم یه پولی دادم حالا نداره بهم بده. دوست ندارم آرش بفهمه. من و مادر سادمم باور کردیم اما بعد چند وقت که هی بچه هاشو گذاشت و رفت دیگه فهمیدیم یه خبریه.
دوستای خوبم، حالا که تا اینجای داستان همراه هم بودین، ممنون میشم این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله میتونید از انتشار داستان جدید با خبر بشید. بالاخره شیدا دهن باز کرد، اونم با اصرار زیاد من. تعریف کرد که با یکی دوست شدم و اسمش شهابه، در حد دوستی معمولی. با تعجب و ناراحتی گفتم چی میگی شیدا؟ تو شوهر داری، اونم چه شوهری؟ خجالت بکش، آخه چه معنی میده با مرد غریبه حرف بزنی؟ اما شیدا زد به خنده و شوخی که حالا مگه میخوام چی کار کنم؟ فقط صحبت میکنیم. هرچی میگفتم خواهر من نکن، وابسته میشی. گیریم تو نشی، اون پسره وابسته میشه. بعدن اذیتت میکنه. آخه تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟ چه فایده ای داره؟ که چی بشه؟ فایده نداشت. خدا میدونه من جای شیدا استرس گرفته بودم. شب و روز فکرم درگیر این بود که اگه آرش بفهمه چی میشه، ولی شیدا انگار نه انگار که داره خیانت میکنه. یه روز عصر بچه‌ها رو آورد خونه مامان و گفت میخوام برم آرایشگاه. چند ساعتی کار دارم و رفت. شب شد، شیدا نیومد. هرچی زنگ میزدم در دسترس نبود. آرش چند باری زنگ زد خونه، با بچه‌ها حرف زد. آخرش که دید دیر وقته اومد دنبال بچه‌ها. هی میپرسید آخه کدوم آرایشگاه رفته؟ ساعت 11 شبه، چرا نیومد؟ بیچاره دلشوره گرفته بود. بچه‌ها رو برداشت و با ناراحتی رفت خونش. اون شب خواهرم ساعت 2 شب اومد خونه، اونم مست. دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم، باهاش دعوام شد و یه چک زدم تو گوشش. بمیرم براش، آخ نگفت و رفت تو اتاق خوابید. مونده بودم چه جوابی میخواد به آرش بده. اون بارو به آرش گفته بود با دوستم بودیم تصادف کردیم. درگیر شدیم، گوشیمم خاموش شده بود. آرش بیچاره هم که بهش اعتماد داشت باور کرد. چند روزی شیدا پیداش نشد تا اینکه خودم زنگ زدم از دلش در آوردم و ازش خواستم بیاد حرف بزنیم. اومد اما حرف زدنش منو آروم نکرد. همش میگفت من که کاری نمی کنم. فقط با شهاب دوستم، یه دوستی معمولی. از ترسام گفتم از اینکه آرش گناه داره. گیریم هیچ وقتم متوجه نشه، بازم کارت درست نیست. به خدا که تاوان داره شیدا. اما خواهرم کور شده بود، میگفت من کاری نمی کنم که گناه داشته باشه. از خطرات وابستگی بهش گفتم، میگفت من وابسته نمیشم، اما شده بود. به شهاب وابسته شده بود. خبر نداشت اینو زمانی بهش گفتم که همگی با هم چند روزی راهی شمال شدیم. اون روزها شیدا مثل مرغ پرکنده بود. همش به یه بهونه‌ای میخواست تنها بره بیرون که به شهاب زنگ بزنه. یه روز که خواست بره باهاش رفتم و گفتم چته شیدا، کلافه‌ای؟ زد زیر گریه که نمیدونم چی کار کنم شادی. بعد گیر کردم. آرومش کردم و گفتم گوشیتو خاموش کن خواهر. بذار از سرت بیفته، اما نمیشد. شیدا روزی چندین بار با شهاب حرف می زدن یا پیام می دادن. متاسفانه شده بود هر آنچه که نباید می شد. هرچی ازش خواستم شهابو نشونم بده قبول نکرد. منم مجبور شدم دنبالش راه بیفتم. یه روز که بچه‌ها رو گذاشته بود پیشمون تا رفت بیرون، منم رفتم و شهابو دیدم. بهش التماس کردم دست از سر شیدا برداره، چون شیدا شوهر داره. فکر می‌کردم شهاب خبر نداره، اما خبر داشت. چشماش شد کاسه خون و گفت شیدا باید جدا شه. با شهاب دعوام شد، داد زدم سرش. جدا شه؟ مگه الکیه؟ آرش مرد خیلی با شخصیتیه. مگه الکیه که جدا شه؟ به خدا اگه ادامه بدید به عموها میگم حالتو جا بیارن. اما به گوشش نرفت. شهاب یه پسر معمولی با وضعیت مالی معمولی بود. هرچی نگاه میکردم به قیافش چیز برتری نسبت به آرش نداشت. شاید فقط سرزبوندارتر بود و بیشتر برای خواهرم وقت میذاشت. البته اینم شیدا میگفت که آرش فقط به فکر کارشه. یه جمعه رو خونه است که اونم همش خوابه.
به زور اصرار مامان تا خونتون بیاد آخرشه. خب منم نیاز دارم به گردش و تفریح. روزهای بعد سعی کردم بیشتر برای شیدا وقت بذارم. میرفتم خونش به خیال خودم که احساس تنهایی نکنه و سمت شهاب نره. اما بی تأثیر بود، چون یه سره داشتن به هم پیام میدادن. چند هفته‌ای با رفتنم و کشوندن شیدا به خونمون و خرید و گردش اوضاع رو به قول خودم کنترل کردم. اما شیدا کم آورد و آخرش گفت شادی جان، میدونم تو نگران منی، اما من نمیتونم از شهاب دور باشم. دارم دیوونه میشم. اگه میخوای کمکم کنی بیا چند روزی بریم شمال. با خوشحالی قبول کردم و گفتم جون میدم برات خواهر، هر وقت بگی میام. که گفت البته با شهاب. اینجوری آرشم خیالش راحته، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. به بچه ها هم میگیم شهاب قراره با تو ازدواج کنه تا به کسی چیزی نگن. لال شده بودم از ترس و استرس. باورم نمیشد شیدا به کجا رسیده بود کارش. گریم گرفت، داد زدم نکن خواهر بیعقلم، آرش گناه داره. آخه چی کم گذاشت برات؟ چرا تو اینجوری شدی؟ در مورد من چی فکر کردی؟ تا حالا مگه سکوت کردم؟ گفتم آدم میشی. حالا که نمیفهمی به بابا میگم. به خدا آبروتو میبرم. دست بردار از این خراب بازیا. اما حریف خواهرم نشدم. در نهایت برای اینکه آبرومون بیشتر از این نره باهاش حرف زدم که اگه آرشو دوست نداره بره جدا شه. شیدا سکوت کرد. روزام با استرس و نگرانی داشت میگذشت تا اینکه یه روز آرش زنگ زد خونمون و گفت میخواد با هم حرف بزنه. دیگه میلرزیدم. شک نداشتم که چیزی دیده از شیدا و میخواد با هم در میون بذاره. گفتم من خونم، شام بیاین خونمون حرفم میزنیم. و سفارش کرد فعلا چیزی به بابا و مامان نگم. از ترسم چی گفتم و چه جوری باهاش حرف زدم نمیدونم. اما بعد اینکه قطع کرد زنگ زدم به شیدا و پرسیدم چه گندی زده که آرش دست به دامن من شده؟ که شیدا گفت هیچی بابا، آرش میخواد در مورد یکی از دوستاش باهات صحبت کنه. یه نفس راحت کشیدم. به شیدا گفتم به خدا تن لرزه گرفتم. باز خدا رو شکر. حالا کی هست این خواستگار؟ که گفت نمیشناسمش، اما آرش میگه مرد خوبیه. انگار چند سالی از زنش جدا شده، بچه هم نداره. بالاخره اون شب آرش کلی از محمود تعریف کرد که وضعیت مالیش خوبه. خونه زندگی داره، آروم و با شخصیته. به نظرم چند جلسه با هم صحبت کنید. اگه به تفاهم رسیدید به خانواده ها خبر بدیم. روز قرار با محمود حسابی به خودم رسیدم. دروغ چرا؟ دوست داشتم سر و سامون بگیرم. خسته شده بودم از تنهایی. همون جلسه اول همو پسندیدیم و کار رسید به قرارهای بعدی. محمود مرد مهربونی بود، خوشقد و بالا و خوش صحبت. هرچی بیشتر با هم حرف می زدیم، بیشتر متوجه شباهت رفتاریمون به هم می شدیم و جوری شد که بعد چند هفته به هم وابسته شدیم که اگه چند ساعت ازش بیخبر می موندم حسابی به هم می ریختم. محمود از خونوادش گفت، از دلیل طلاقش گفت که زنش با خونوادش سازش نداشت. آخرشم اومد و گفت طلاق میخوام و مجبور به طلاق دادنش شدم. بالاخره حرف کشید به خواستگاری. یه چیزی تو دلم تکون خورد. فکرم رفت پیش شیدا. اگه یه روزی آرش میفهمید یا کارشون به جدایی میرسید چقدر زشت میشد پیش محمود. دوباره با شیدا صحبت کردم و موضوع محمود رو پیش کشیدم و گفتم میدونی اگه تو بخوای عقب بکشی و آرش رو ول کنی آینده منم خراب میشه تو رابطه با محمود. شیدا گفت تو نگران زندگیت نباش. آرش کسی نیست که دلیل طلاقمونو به کسی بگه، حتی اگه منو با شهاب ببینه. هرسم گرفت از حرفش. بهش توپیدم خوبه میدونی آرش آبرو داره و این همه بلا سرش میاری. اگه زندگی تو خراب کنی به خدا قسم باید جواب بدی خواهر. آرش از خونوادش گذشت به خاطر تو. شیدا سکوت کرد. معلوم بود ناراحته. هرچی دلم خواست گفتم و بارش کردم.
سر و خر افتاد به گریه، یعنی زار میزد. آخ که چه روزگاری داشتم. میدونستم کار خواهرم اشتباه است، اما نمیتونستم کاری کنم. فقط هرس میخوردم و گفتم دیدی چه بلایی سر خودت آوردی؟ چرا گریه میکنی؟ عاشق شهاب شدی آره؟ شیدا حالش دست خودش نبود، عاشق شده بود. عاشق یه عشق ممنوعه که آخرش به تباهی ختم میشد. شک نداشتم. چند روزی آوردم خونمون، از آرش و شهاب دورش کردم که بتونه تصمیم بگیره. میگفت شادی تو فکر میکنی من بی‌عاطفه‌ام؟ یادم نمیاد آرش چقدر بهمون خوبی کرده. به خدا یادمه، اما چی کار کنم که شهابو هم دوست دارم. نمیتونم از آرش بگذرم نه از شهاب. شادی یه کاری کن تو رو خدا. خواهرم افتاده بود به التماس. وای که دلم چقدر میسوخت. آرومش کردم و گفتم کمک کن شهابو فراموش کنی. آخه خواهر من این پسر چطور میتونه برات آرش باشه؟ نه مالی میتونه حمایتت کنه نه عاطفی. تازه حرفش هم برات میمونه که اگه آدم حسابی بودی شوهر و بچه ها تو ول نمی کردی بچسبی به من. شیدا بیچاره میشی، تمومش کن. حس می کردم حرفم بی تأثیر نیست. تلفن بازیشون کمتر شده بود، اما فقط تا وقتی که شیدا پیش من بود. جرأت نداشتم به مامانم چیزی بگم، مشکل قلبی داشت. می ترسیدم بدتر شه. در نتیجه ریختم تو خودم تا اینکه یه شب بهم فشار اومد و ضربان قلبم رفت بالا. چند روزی برای کنترل وضعیتم بیمارستان بستری شدم. محمود اون روزا خیلی بهم توجه می کرد. می دونستم خیلی دوستم داره، اما شرایط نزدیک شدن بهشو نداشتم. با اینکه خیلی خیلی بهش وابسته بودم، اما دوری کردم. همش می ترسیدم کار شیدا لو بره و آبرومون می رفت. بهتر بود فعلا ازشون فاصله بگیرم. اما محمود کنار نکشید، با آرش صحبت کرد و اومدن خواستگاری. اما خانواده‌ام از مادرش و مدل حرف زدنش خوششون نیومد و گفتن همین خانوم باعث طلاق زندگی قبلی این آقا شده. عموم میگفت چه معنی میده مادر خواستگار همون جلسه اول انقدر راحت حرف بزنه. آخه مادر محمود میگفت ما مهریه زیاد قبول نمی کنیم. شاید نخواستن زندگی کنن و کارشون به طلاق کشید. از کجا بچم بیاره و مهریه بده؟ یا اینکه گفته بود تا وقتی که من زندم این خانم باید بنویسه و امضا کنه که طبقه بالای خونمون زندگی میکنه. نمیدونم چه فکری کرد این حرفا رو زد. اما هرچی بود خانوادم قبول نکردن. منم زده شدم از محمود. چون مثل یه پسر بچه نشسته بود کنار مادرش و هیچ مخالفتی با مدل حرف زدن مادرش نداشت. اون روز آرش خیلی جدی با خانواده محمود صحبت کرد و محترمانه مخالفتش رو اعلام کرد. بعد رفتنشون گفت من شناختی رو خانوادش نداشتم. ببخشید که به خواستگاری اصرار کردم. بعد اون محمود تماس گرفت و منم ردش کردم. دیگه هم جوابشو ندادم. چند وقتی بود که مادر آرش مریض حال بود و آرش شب و روز درگیر مادرش بود. شیدا هم درگیر شهاب تا اینکه خبر رسید مادر آرش فوت شده. بعد خاکسپاری بچه ها موندن پیش من. شیدا رفت پیش آرش خونه مادر شوهرش. شب دوم بود که آرش زنگ زد بهم که چرا شیدا جواب نمیده، خوابه؟ من که فکر میکردم شیدا پیش شوهرشه مونده بودم چه جوابی بدم. گفتم شیدا حتما رفته خونه خودتون، من خبری ندارم. اما ای کاش میگفتم شیدا خوابه، یعنی ترسیده بودم دروغ بگم. به همین خاطر آرش که میبینه شیدا جواب تلفن رو نمیده میره خونه‌شون و متاسفانه اتفاقی که ماها ازش میترسیدم افتاد. چند باری زنگ زدم به گوشی و خونه شیدا که بهش خبر بدم، اما جواب نداد. چند ساعتی گذشته بود از تماس آرش که شیدا با حال پریشونی اومد خونمون و فقط گریه میکرد. هر کاری میکردم آرومش کنم و توضیح بده چی شده بیفایده بود. مردم و زنده شدم تا شروع کرد به حرف زدن که آرش منو شهابو با هم دیده.